کی دوباره میبینمت بیب؟ فکر کنم دیگه همدیگه رو نبینیم بهتره. ای بیب هرزه، میدونستم پای حرومزاده دیگه وسطه. نه عشقم، تنها حرومزاده زندگیم خودتی، خیالت راحت. پس چرا میگی همو نبینیم ها؟ چون من فکر میکنم برات بدشانسی میارم. و نه بابا، این چه حرفی؟ رسی بیب، گفتی چند تا بچه ایدالته؟ ببین من خودم تو فانتزیام همیشه 2 تا بچه داشتم، ولی خب اگه باباشون این کاره باشه چرا بیشتر نه؟ آره بابا، من خودم مثلا رو 6 7 تا بسته بودم. قطع کن دیگه وسط بازی ما. خفه شو، وسط تلفنم ها. داشتی میگفتی رسی خانده مورد علاقه کیه؟ قربونه. ببین من عاشق سوگندم. چه تفاهمی، اتفاقا منم عاشق شروینم. حاجی ناموسن بکش بیرون، نمیخوای بیخیال شی؟ بیب حالا چجوری بریم تو؟ بسپارش به من. کسته الیم. الکم ده. الناز دیگه. الناز نداریم ما. چیز ببخش، المیرا. المیرا هم نداریم. الیکا چی؟ عاطفه؟ نه اون که اصلا هیچی نه. بسپرش به من، الان اوکیش میکنم بیب. سلام، من بیب چی ابیم. ای ابی حرومزاده، بالاخره اومدی. هم ببین این جنسی که به ما دادی همش آشغال بود، الان میام پایین کونتو پاره میکنم. عجب شب تخمی امشب. اخی قربونش برم، داره اینجوری میگه که من ذهنم نره سمت این که میخواد سورپرایزم کنه. الهی فداش شم. داد نزن سرم، من از تو داغون ترم. تولدت مبارک بیب. ریدم تو خودت و سیجل، اصلا دیگه همه چی بین ما تموم شد، میخوام باهات به هم بزنم. بابا بیب چرا اینطوری میکنی؟ سیجل دیگه. میرم یه جا که دیگه نبینمت. داد نزن سرم، من از تو داغون ترم. اگه میرم از اینجا، میرم یه جا که آروم